من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد وصحبه أجمعين. سوره مبارکه بقره هست و سوره بقره را بقره به این خاطر میگویند که در بخشی از سوره در رکوع 8 این سوره ذکر بقره بنی اسرائیل که از طرف خدای تعالی دستور ذبحش داده شد ذکر اون آمده. اکثر سوره های قرآن کریم تسمیه هایشان و نام هایشان به همین شکل تسمیه الکل به اسم الجز هست. در یک جزئی از سوره بخش عمده‌ای و مطلبی و موضوعی هست سوره مسما میشه به همون نام. و ربط سوره بقره را ابتداءً با سوره مبارکه فاتحه ذکر میکنیم. روشی که شیخ حسین علی رحمه الله دارند ربط بین سوره ها را به دو صورت بیان می کنند، یکی ربط اسمی و یکی ربط معنوی. ربط اسمی به این صورت که ربطی بیان می کنند که اسمن سوره ها با هم ارتباط پیدا می کنند و ربط معنوی مشخصه، مطالب و مفاهیمی که در سوره های گذشته هست با سوره های بعد به نوعی مرتبط هستند. اون ارتباطات را بیان کردن ربط معنوی هست. خب برای ربط اسمی من مقدمتا خدمت شما عرض می کنم که با توجه به اینکه در سوره بقره بحث توحید فی العباده و توحید فی الاستعانه آمد، ایاک نعبد و ایاک نستعین.
گروه هایی که مشکل داشتند در توحید یهودی ها بودند و مسیحیان بودند و مشرکان مکه بودند. یهودیا هم عزیر را پرستش می کردند و هم گاو را پرستش کردند. داستان پرستش بنی اسرائیل گاو را و سامری که از حلی بنی اسرائیل یا از حلی و زیورالات آل فرعون مجسمه گاو را ساخت و مردم را فریب داد و به پرستش گاو مردم را دعوت کرد، مشخصه. لذا اینها بقره را عبادت می کردند و مسیحیان و نصارا اونها آل عمران را، عیسی را و مادرش را پرستش می کردند و اونها را معبود خودشان قرار داده بودند. و مشرکان مکه هم علاوه از اینکه غیر خدا را پرستش می کردند و عبادت می کردند، اونها هم گاو را مقدس می دانستند. داریم درباره اونها که اونها هم بت‌هایی به شکل گاوها هم داشتند و درست می کردند. اونها هم گاو را پرستش می کردند. اما علاوه از غیر الله پرستی، درباره زنها و حقوق زنها اونها خیلی کوتاهی داشتند، خیلی ضعف داشتند. بنابراین پس مشکلات اصلی که در باب توحید داشتند این گروه ها بودند: یهود، نصارا و مشرکین مکه. لذا اکنون ربط اسمی با در نظر گرفتن عقاید منحرفه تمام این گروه های باطل به این صورت است: این جملات را بنویسید الان: ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد البقرة كما فعل اليهود والمشركون. ولا نعبد البقرة كما فعل اليهود والمشركون ولا نعبد آل عمران كما فعل النصارى يا فعلت النصارى ولا نعبد آل عمران كما فعلت النصارى ونؤدي حقوق النساء. ببینید ربطی که بیان میکنه اسمی هست. از ایاک نعبد شروع شد سوره بقره: ولا نعبد البقرة كما فعل اليهود والمشركون. سوره آل عمران: ولا نعبد آل عمران كما فعل النصارى. سوره نساء: ونؤدي حقوق النساء. اللهم انزل علينا مائدة افضالك ورحمتك. اللهم انزل علينا مائدة افضالك ورحمتك. این سوره چی بود؟ مائده. پس ببینید در این ربط اسمی 5 سوره با هم مرتبط شدند: ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد البقرة كما فعل اليهود والمشركون ولا نعبد آل عمران كما فعلت النصارى ونؤدي حقوق النساء ولا نضيعها كما فعل المشركون. میتوانه بگید ونؤدي حقوق النساء. اللهم انزل علينا مائدة افضالك ورحمتك. پس این شد سوره بقره، سوره آل عمران، سوره نساء، سوره مائده. این ربط اسمی بین همه این سوره ها با این یک عبارت. اما ربط معنوی، شما در سوره فاتحه خواندید اهدنا الصراط المستقیم. شما دعا کردید نه؟ چی خواندید؟ اهدنا الصراط المستقیم.
اکنون دعای شما هدایت اجابت شد. خداوند صراط مستقیم را به شما نشان میده. چی میگوید؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. پس اون هدایت چیه؟ این کتاب است. اون صراط مستقیم این کتاب است. این اولین ربط چی هست؟ معنوی هست. دومین ربط معنوی، شما در سوره فاتحه خواندید ایاک نعبد و ایاک نستعین. استعانت و عبادت غیر خدا را انجام نمی دهیم، فقط عبادت و استعانت برای الله. اکنون در سوره بقره در جای این سوره بحث توحید فی العباده آمده. بحث چی آمده؟ توحید فی العبادت. مثلا در سوره بقره ابتداش هست یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقكم والذين من قبلكم. این توحید فی العباد. اعبدوا ربکم ای وحدوا ربکم فی العباده. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. اینم توحید فی الالوهیت است، توحید فی العبادت است، فی المعبودیت است. یا بعد از اون الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. پس بار این توحید فی الالوهیات فی العبادات در سوره مبارکه بقره چی شده؟ تکرار شده. این ربط چیه؟ ربط معنوی هست. خب اکنون خلاصه مباحثی که در سوره بقره هست که طولانی ترین سوره قرآن مجید است و یکی از سوره هایی هست که فضائل بیشماری در ارتباط با این سوره در قرآن در احادیث شریف آمده. مباحثی که در این سوره ذکر می شود چند مبحث هستند. یک توحید، دو رسالت، سه جهاد فی سبیل الله، چهار انفاق فی سبیل الله. چون برای جهاد حتما برای اعلای توحید جهاد لازم است. برای توحید و رسالت چی لازم است؟ جهاد لازم است. برای جهاد چی لازم است؟ انفاق. چهار انفاق، پنج امور انتظامیه، شش امور مصلحه. امور انتظامیه یعنی بعد از اینکه جهاد شد و فتوحات شد و حکومت اسلامی تشکیل شد، خب برای نظم و نسق باید یک سری اموری را مسلمانان رعایت بکنند. احوال شخصی، مسائل عرض کنم که خانوادگی، اسره، تدبیر المنزل و همچنین مسائل سیاست المدنیه، مسائلی که باید در شهر رعایت بکنند، مربوط به حقوق شهر و شهروندی و حاکم و رعیت و اینها را باید مسلمانان چی بکنند؟ رعایت بکنند. بنابراین در این سوره این شش مباحث ذکر میشه: توحید، رسالت، جهاد فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله، امور انتظامیه، امور مصلحه. خب آغاز میکنیم سوره مبارکه را با کلمه مقطعه، حروف مقطعه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. بحث کوتاهی درباره الف لام میم خدمت شما عرض می کنم. ببینید همون طوری که در احکامی که ما به جا می آوریم لازم نیست که فلسفه هر حکم را بدانیم.
علت چیه که ما نماز میخوانیم؟ خب شاید مثلا برای نماز فلسفه مشخص بشه که اظهار به هر حال عبدیت است، اظهار تذلل است، مظهر بندگی هست، اصلا مظهر مسلمانی و دین هست. خدایی را که قبول دارم روزانه بر اساس دستور او در جلوی او خم میشم، به سجده میافتم. اما خیلی دیگر از احکام هستند ما فلسفه شون را شاید نمیدانیم، مثل حج، مثل روزه، مثل سعی بین صفا و مروه. چرا این طرف بدو این طرف بدو؟ دستوره، امر تعبدی هست، خدا دستور داده، ما به جا می آوریم. اصلا که ندونیم برای چی هست، عبادت هست، باید به جا بیاوریم. پس خیلی از احکام هستند و مسائل هستند که به جا می آوریم، فلسفه شون را نمیدانیم، علتشون را نمیدانیم. هکذا قس علی هذا، خیلی از آیات متشابهات هستند، تلاوت میکنیم، قرآن جز قرآن هستند، به اونها ایمان داریم ولی مفهومشان را نمیدانیم. الله عزوجل میفرماید بعضی از آیات کتاب محکمات هستند، یعنی مرادشان هم معلوم، معنایشان هم معلوم، اما بعضی دیگر هستند که متشابهات هستند. متشابهات را بغیر از الله کسی دیگه نمیداند معنا و مفهوم اونها را و مردم باید اونجا اظهار نظر نکنند. از جمله اون متشابهات حروف مقطعات هستند. متشابهات بر دو نوع هستند، بعضی ها معلوم المعنا مجهول المراد، معنایشان معلوم هست، مراد مجهوله، مقصد چیه این مجهوله. مثلا الرحمن علی العرش استوى، مرادش معنایش معلومه، رحمان بر عرش نشسته، قرار گرفته. یا ید الله فوق ایدیهم، دست خدا، دست خدا معنای لفظیش هست، اما مرادش مفهومش الله اعلم بمراده. اینها هست معلوم المعنا مجهول المراد، معنایشان معلوم، مراد و هدف مجهول. اما نوع دوم هستند که مجهول المعنا مجهول المراد، نه معنایشون معلومه نه مرادشون. اونها حروف مقطعات هستند، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم صاد، طه، طاسین، طاسیم میم، حامیم. اینا همه نه معنایشون معلوم هست و نه مرادشون معلوم هست. به این خاطر اینجا وقتی که ما میرسیم میگوییم که به این ایمان داریم که از جانب الله عزوجل است، اما الله اعلم بمراده، مرادش را الله بهتر میداند. ببینید درباره اینها، درباره حروف مقطعات، سلف ما، بزرگان ما، مفسرین چه فرمودند؟ یکی دو عبارت است، تمام عبارت ها از روح المعانی و تفسیر کبیر امام رازی هستند. الف لام میم میگه هذا علم مستور، هذا علم مستور، این یک علم پوشیده هست. هذا علم مستور و سر محجوب، و سری هست محجوب نامعلوم. استأثر الله تبارک و تعالی به، خداوند به این اختصاص دارد، یعنی به این علم فقط خدا میداند مرادش چیه. استأثر الله تعالی تبارک و تعالی به، فقط خدا میداند. تفسیر کبیر روح المعانی. در جای دیگه میگویند همین دو بزرگوار لکل کتاب سر، هر کتاب یک سری دارد، یعنی اسراری دارد
که اسرار فقط پیش خدا هستند یا اسراری هستند بین خدا و بین حبیبش، رموزی هستند، اسراری هستند بین خدا و نبیش. لكل کتاب سر و سر القرآن اوائل الصور. و سر قرآن چیه؟ ابتداء سوره ها هست. یا در جای دیگه می فرماید سر الله تعالی فلا تطلبوه، بازم روح کبیر، سر الله تعالی فلا تطلبوه، اینا اسرار الهی هستند، دنبال اینها نروید، طلب نکنید، ایمان بیاورید و به خدا بسپارید، به خدا محول کنید. عنایت فرمودید این جایگاه حروف مقطعات است. تا آخر قرآن که ما میخوانیم حروف مقطعات حکمشون این هست، اسراری هستند، الله بهتر میداند، ما نمیدانیم. اما اینکه بعضی از مفسران توجیه کردند، اون توجیهات هم زیاد با توجه به اینکه قطعی و یقینی نیستند، اون توجیهات را هم ذکر نمی کنیم. الله می فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب هیچ شکی نیست در این. شکی نیست در چی؟ در این که من رب العالمین، لا ریب فیه من رب العالمین. اینجا نیست، در آیه دیگه هست نه؟ لا ریب فیه من رب العالمین، شکی نیست که این کتاب از جانب رب العالمین است، هیچ شکی وجود ندارد. ذالک الکتاب مبتدا، لا ریب فیه خبر. بله. هدى للمتقین، یا اینکه هو هدن مبتدا و خبر جداگانه، یا خبر بعد از خبر. ذالک الکتاب خبر اول، لا ریب فیه خبر دوم، هدى للمتقین. هدن اینجا به معنی هادن هست، هدایت کننده، مبالغتا از قبیل باب زیدون عدلون هدن گفته شده، چون که هادی هست، هدایت کننده، ولی اینقدر هدایت کننده گویی خودش هدایت شده، تبدیل به هدایت شده. الله عز وجل می فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب هیچ شکی نیست در این که از جانب الله هست. ببینید الف لام کتاب هم عهدی هست، الف لام کتاب هم عهدی هست، کتاب معلوم. خب کجا قبلا ذکرش بوده؟ منظور آن کتابی که در تورات و انجیل بشارتش داده شد، آن کتابی که در تورات و انجیل بشارت و مجدش داده شد، این کتاب است. پس قبلا معهود و معلوم فی الذهن هست. هدى للمتقین، هدایتی هست برای متقیان. ببین متقین کیه؟ متقین اون کسی که بر مسیر هدایت گامزن هست، خودش بر مسیر هدایت داره راه میره، اونی که تقوا حاصل شده هدایت هم حاصل شده. این کتاب که بیاد هدایتش بکنه تحصیل حاصل میشه یا نه؟ از قبل اون هدایت دارد. به این خاطر متقین را مفسرین نوشته الصائرین الی التقوا یا السائرین الی التقوا، اونهایی که به تقوا و به مسیر تقوا دارن میروند که متقی بشند. برای متقی شدن این کتاب بهترین نسخه هست. بله. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. این هدى للمتقین جواب اهدنا هست. شما گفتید اهدنا الصراط المستقیم، بار اله ما را بر صراط مستقیم هدایت بده. الله می فرماید اون صراط مستقیم ذالک الکتاب، این کتاب است، کتابی که هدایت برای متقیان هست. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. صفات متقیان. وصف اول یؤمنون بالغیب، اصلاح عقیده.
وصف اول متقی چیه؟ اصلاح عقیده. انسان تا زمانی که عقیدهش درست نشه نمیتونه تقوادار بشه، متقی بشه. اولین چیزی که ایمان هست، ایمانش کامل باشه. اونم الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان می آورند. ایمان بالغیب، غیب چیه؟ غیب را علامه آلوسی خوب تعریف می کند. الغیب ما لا یقع تحت الشعور. غیب آن است که تحت شعور و درک انسان نمیاد. الان این مسجد غیب نیست، این را شما میبینید، درک میکنید، متوجه میشید یعنی چه. اما اونی که تحت شعور و درک انسان قرار ندارد غیب او هست. الغیب ما لا یقع تحت الشعور ولا یقتضیه بداهة العقل، ولا یقتضیه بداعة العقل. بداهت عقل همون را تقاضا، یعنی برای عقل بدیهی نیست. بدیهی کدومه؟ همونه که نیاز به دلیل ندارد. مثلا شما که دیدید به تواتر هم رسیده، من میگویم مسجد مکی در زاهدان است، نیاز به دلیل دارد؟ ندارد. این به هر حال غایب از شما نیست. اما وقتی که من میگویم که ملائکه خدا مخلوقاتی هستند دارای این صفات، خب این از چشمان شما غایبه، شما به صورت بدیهی و عرض کنم که ضروری نمیفهمید، نیاز به استدلال دارد. درباره جنت و جهنم وقتی که صحبت میکنم، درباره پل صراط صحبت میکنم، درباره عالم برزخ، در رابطه با تمام ایمانیات، خب دلایل در قرآن موجود است. مثلا یکی از مسائل اینی که بعد از مردن همه ما زنده میشیم، خب این دلایلش در قرآن موجوده. اینا همه غیبند. اما اونه که این غیب، اینا که غیب هستند، ایمان به اینها اولین صفت چیه؟ متقین. پس الغیب ما لا یقع تحت الشعور ولا یقتضیه بداهة العقل. روح المعانی. الله می فرماید الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان به غیب دارند، عقیدهشون درسته، ایمانشان درسته. بعد از ایمان نوبت عمل هست. وصف دوم و یقیمون الصلاة، و نماز را برپا می دارند، نماز را اقامه می کنند. پس وصف دوم اصلاح عمل. وصف اول اصلاح عقیده بود، وصف دوم چیه؟ اصلاح عمل. هم اعتقاد و باورشان درسته، ایمانشان هم درسته، عملشان هم درسته. یقیمون الصلاة، تفسیر جلالین میگه یأتون بحقوقها، یعنی همه حقوق نماز را انجام میدند. شرایط نماز، آداب نماز، واجبات نماز، همه حقوق نماز را انجام میدند. اینها هستند متقیان. الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، از بعضی آنچه که ما رزق دادیم به اونها خرج می کنند. کلمه بعض بود اینجا که من گفتم از بعضی، من هست و مما، من تبعیضیه هست. خدا نگفته هر چی پول دارید همه میلیاردهای خودت را خرج کن، بعضیشون را. و مما رزقناهم ينفقون، از آنچه که ما رزق دادیم، ينفقون، آنها خرج می کنند. هر چی که نعمت به اونها دادیم خرج می کنند. ببینید منظور چیه؟ بعضی گفتند اشاره به زکات است، چون بحث صلات است. یقیمون الصلاة در جای دیگه است اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. قرین نماز، رفیق نماز، همراه نماز در تمام آیات خداوندی کی هست؟ زکات. پس اینجا هم بحث خرج کردن مال هست در راه خدا، این هم مراد چیه؟ زکات است. و مما
رزقناهم ينفقون. بعضی دیگر میفرمایند که مراد صدقات نفلی هست، تنها زکات نیست، مطلق صدقه هست. بله. و بعضی دیگه میگویند که اون نفقه ای هست که شما بر اهل و عیال خودتون خرج میکنید، اون نفقه ای که شما بر اهل و عیال خرج میکنید، از آنچه که ما رزق دادیم خرج میکنن، یعنی حقوق انسانها را هم به جا میآورن. ولی بهتر هست با توجه به اینکه ما هم عام هست، ما خیلی تعمیم در این ایجاد بکنیم، همان گونه که مفسران عام کردند، تعمیم ایجاد از بعض آنچه که ما دادیم بهشون خرج میکنند. چه خرج کردن برای زن و بچه هم تحت این هست، چه خرج کردن صدقاتی که انسان به منظور صله رحمی به خویشاوند میده، به عرض کنم برادر میده، به پسر عمو میده، به ذوی الارحام میده، اونها را هم شامل. چه زکات های مالی و زکاتی که واجب است و فرض است انسان ادا میکند، حقوق مالیه، حقوق واجبه، اونها را هم شامل میشه. و نه تنها در باب مال حصرش بکنیم و مما رزقناهم. کسانی که بیضاوی خواندن میدانند که بیضاوی هم حصر نکرده، میگه فقط مال نیست. مثلا به شما خداوند چی داده؟ علم داده. به شما خداوند چی داده؟ علم داده. شما علمت را چی بکن؟ به مردم برسان، خرجش کن، هر چی که میدانی دیگران را هم بفهمان. این هم چی هست؟ و مما رزقناهم ينفقون. به این خاطر بعضی گفتن و مما علمناهم يعلمون یا يعلمون، و مما علمناهم يعلمون، آنچه که ما بهشون آموزش دادیم، ما علم دادیم. علم را از کجا آوردی؟ خدا بهت داد. صلاحیت دادیم. این را هم چیکار میکنند؟ نمیبرند با خود در قبر دفن نمی کنند. علم را با خودشون در قبرستان دفن نمی کنند، بلکه یعلمون، دیگران را آموزش میدهند. علم خودشون را سینه به سینه چی می کنند؟ منتقل. پس به این معنا بکنید عموم. این آیت بفرمایید ابن کثیر چی میگه؟ و اول التأویلات بالآیه، بهترین تأویلات نسبت به این آیه و احقها به صفت القوم، و سزاوارترین و ارزشمندترین نسبت به صفت قوم، ان یکون کانوا الجمیع اللازم فی اموالهم، همه چیزهایی که لازم است در اموال همه مراد باشد. مؤدین، همونی که انسان ادا میکنه، انسانها قوم ادا میکنه. زکاتا کان ذالک او نفقه من لازمته، چه زکات باشد چه نفقه کسانی که بر او لازم هست، من اهل و عیال، نفقه اهل و عیال، و غیرهم، غیر از اینها، ممن تجب علیهم نفقته بالقرابه، کسانی که بر او واجب هست نفقهش بالقرابت والملک. مثلا غلام، کسی غلام دارد بر او واجب هست نه نفقه بکنه، و غیر ذالک. یعنی همه صورت های نفقه را ما اینجا بیاریم تحت مما رزقناهم داخل کن. ابن کثیر، ابن جریر، هر دو. و همچنین در جای دیگه تفسیر خازن میگه و یدخل فیه انفاق الواجب، در این و مما رزقناهم انفاق واجب کالزکات و النذر هم داخل است. زکات و نذر هر دو چیان داخلن. والانفاق علی النفس، اون چیزی که بر خودت خرج میکنی هم شامل است. و علی من تجب نفقته علیه، کسی که نفقهش بر شما لازم است، فرزند شما، زن و بچه شما، اونها هم شامل است. والانفاق فی الجهاد اذا وجب علیه، و همچنین انفاق کردن در راه خدا، در جهاد فی سبیل الله وقتی که واجب بود، وقتی که مجاهدان نیاز به مال داشتند، اون را هم شامله.
والانفاق فی المندوب، و همچنین در راه مستحب انسان خرج بکند، و هو صدقه التطوع، همون صدقه نفلی هست. و مواسات الاخوه یا اخوان، و همچنین همدردی کردن با برادران، همه اینها را شامل میشه. و هذا كله مما يمدح بها، همه اینها از اون مواردی است که مورد مدح و تعریف قرار گرفته در این آیه. و مما رزقناهم ينفقون، تفسیر خازن. به هر حال الله عز وجل می فرماید که این صفات متقیان هست که ایمان به غیب دارد، عملش را اصلاح می کند، و یقیمون الصلاة، علم چه عقیدهش را اصلاح می کند، یقیمون الصلاة، عملش را اصلاح می کند. و مما رزقناهم، تنها عبادت بدنی نه، عبادت مالی هم. و مما رزقناهم ينفقون، از آنچه که ما بهشون رزق دادیم، ينفقون چی میکنند؟ خرج میکنند. اون اصلاح عملت، این اصلاح اخلاق است، وظیفه است، وظیفه اخلاقی است انسان خرج بکند بر فقیر، بر زن و بچه، بر خویشاوند، بر کسی که ذا رحم محرم است. به هر حال اینها تمام اصلاح عقیده، اصلاح عمل، اصلاح اخلاق بود. خب چند تا صفت بود برای متقین؟ 3 تا. چهارم الله می فرماید والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقیان کسانی هستند که ایمان می آورند به آن کتابی که انزل الیک، نازل شد به سوی تو ای محمد رسول الله، یعنی ایمان به قرآن دارند. و ما انزل من قبلک، و همچنین ایمان دارند به آن کتاب های سماوی که نازل شد قبل از شما، کتاب تورات، کتاب انجیل، زبور، صحف ابراهیم. بر همه این کتاب ها، به همه این کتاب ها ایمان دارند. و بالآخرة هم یوقنون، صفت پنجم به آخرت هم آنها یقین دارند. به آخرت هم آنها هم یوقنون، آنها یقین دارند. بله، صفت پنجم ایمان به آخرت. ببینید والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، بعضی ها تفکیک کردن مؤمنین را بر 2 قسمت. مؤمنینی که ایمان آوردن به رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر اهل کتاب، و مؤمنین از اهل کتاب که ایمان آوردن. الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، اینها عامه مؤمنین هستند، صحابه رسول الله هستند. والذین یؤمنون بما انزل الیک، بعضی گفتند اینها یهود و نصارایی هستند که بعداً ایمان آوردند، چون اینها هم به کتاب خودشان ایمان داشتند، هم به کتاب قرآن محمد رسول الله ایمان داشتند. متوجه هستید؟ پس بعضی تفکیک، بعضی گفتن نه، این صفات مال متقین است، همه این صفات را داشته باشند. هم مؤمنین غیر اهل کتاب این صفات را دارا هستند، هم مؤمنین اهل کتاب مال همه هستند، همه صفات. اینجا هم عنایت بفرمایید که الذين یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب بحث توحید هست. و یؤمنون بما انزل الیک، به آنچه که بر شما نازل شده قرآن، این رسالت است، اصول دین نه. و بالآخرة هم یوقنون، این چی هست؟ معاد است. توحید، رسالت، معاد، اصول دین هم اینجا بیان شده. الله می فرماید اولئک علی هدی من ربهم، بنویسید ثمره دنیویه. اینها که ایمان آوردند در دنیا ثمره ایمان چی شد؟ الله می فرماید اولئک علی هدی من ربهم، این گروه، این انسان ها بر هدایتی هستند، من ربهم فی الدنیا، در دنیا از جانب ربشان بر هدایت هستند. اولئک مشار الیه، اولئک چیه؟ کجا هست؟ اولئک به چی برمیگردد؟
اولئک به کجا برمیگردد؟ ببین اولئک مفسرین نوشتند کسانی که به اون صفات، 5 تا صفت بودن، نه به اون صفات متصفند، دارندگان اون صفات. اولئک مشار الیش، دارندگان اون صفات. تفسیر معالم التنزیل عبارتی دارد اولئک ای المتصفون بما تقدم، المتصفون بما تقدم. منظور از اولئک کسانی که متصف هستند به صفات گذشته. صفات گذشته چی بود؟ من الایمان بالغیب و اقام الصلاة والانفاق من الذي رزقهم. این ابن کثیر بود. والانفاق من الذي رزقهم، ابن کثیر. یعنی کسانی که متصف به این صفات هستند. و معلم التنزیل می فرماید ای اهل هذه الصفات، اهل این صفات. اینها را الله می فرماید اولئک علی هدی من ربهم، متصفین به این صفات بر هدایت هستند از جانب ربشان. در دنیا خدا اونها را هدایت فرموده. و اولئک هم المفلحون، اینها رستگاران هستند. ثمره اخروی بنویسی فی الاخره، اون نتیجه دنیا این نتیجه آخرت. در دنیا اینها رستگاران هستند. اولئک هم المفلحون. این آیت بفرمایید هم مبتدا هست، المفلحون خبر هست. شما خواندید معمولا خبر معرفه میاد یا نکره میاد؟ چی میاد؟ نکره میاد. زیدون قائم میخوانید یا زیدون القائم؟ قائم. زیدون عالم یا زیدون العالم؟ عالم. معمولا خبر نکره میاد، اما جایی که خبر معرفه بیاد اونجا مراد چی هست؟ کمال وصف خبر در موصوف. مثلا زیدون عالم، و زید عالمی هست، ولی وقتی میخوام بگم نه زید در علم کامل است، میگم زیدون العالم، غیر از اون موصوف صفت. این چی؟ مبتدا و خبر. پس اینجا هم المفلحون، نگفت هم مفلحون، آنها رستگاران. هم المفلحون بر اساس این قاعده ترجمه چی میشه؟ آنها هستند رستگاران کامل. هم المفلحون رستگاران کامل. عنایت بفرمایید تفسیر مظهری اینه میگه یدل علی انهم الکاملون فی الفلاح. هم المفلحون دلالت بر چی دارد؟ بر اینکه در فلاح و رستگاری اینها چی هستند؟ کاملون هستند. پس فیلزم ان یکون صاحب الکبیرة غیر کامل فی الفلاح. ببین کسی که مؤمن باشد گناه کبیره انجام میده، اینم کامیابه چون ایمان داره، به توحید ایمان دارد، اما این کامل فی الفلاح نیست. این عبارت تفسیر کبیره. تفسیر کبیر میگه که فیلزم، و پس لازم میاد که ان یکون صاحب الکبیره، کسی که گناه کبیره مرتکب میشه، غیر کامل فی الفلاح، در فلاح و رستگاری کامل نباشه. پس در فلاح و رستگاری چه کسی کامل است؟ ایمانش هم کامل، عملش هم کامل، در عمل هم سستی نداره، گناه کبیر مرتکب نمیشه. خب مظهری میگه و یلزم منه عدم و کمال فلاح من لیس منهم. معلوم میشه که هر کسی که از اینها نباشد فلاحش کامل نیست، رستگاریش کامل نیست. و یلزم منه عدم کمال الفلاح من لیس منهم ولا عدم الفلاح مطلقا. نه اینکه فلاح را مطلقا از اون نفی بکنند، بلکه فلاحش و رستگاریش کامل نیست. پس کاملین اینها هستند.
الله می فرماید کسانی که متصف به این صفاتند اولئک علی هدی من ربهم، اینها بر هدایت هستند از جانب پروردگارشان ربشان در دنیا. و اولئک هم المفلحون، ثمره اخرویه، اینها هستند آنها رستگاران کامل. ببینید اینجا خداوند سه گروه را ذکر می کند. گروه اول متقین مؤمنین، تا اینجا صفاتشون بود، الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، تا هم المفلحون. از اینجا گروه دوم یعنی کفار، کسانی که علنا انکار می کنند، کسانی که کفرشون را مخفی نمی کنند مثل منافقین، اینها را خداوند اینجا تذکر می فرماید و نتیجه کفرشان را، هم نتیجه دنیوی هم نتیجه اخروی. شما نتیجه دنیوی ایمان را هم دیدید علی هدی من ربهم، نتیجه اخرویش را هم خواندید اولئک هم المفلحون. کفر هم نتیجه دنیوی دارد و نتیجه اخروی. الله می فرماید ان الذين كفروا سواء عليهم، بدون شک کسانی که کفر کردند، کسانی که بر کفر ماندگار شدند، سواء علیهم، برابر است بر آنها، اانذرتهم، اینکه بترسانی آنها را، ام لم تنذرهم، یا اینکه نترسانی آنها را. انذار تو و عدم انذار تو هر دو برابر است، سوا، انذارک و عدم انذارک مستویان. انذار تو و عدم انذار تو چی است؟ برابر است. چرا؟ چونکه لا یؤمنون، این ثمره دنیویه، آنها ایمان نمی آورند. هرچه رسول الله صلی الله علیه وسلم آیات را ظاهر بکنی، معجزات را نشان بدهی، اینها هرگز ایمان نمی آورند، باور ندارند. چرا؟ علتش چیه؟ ختم الله، این علته. مراحل دیگه طی شده، شما میدانید درجات ضلالت را خواندید، مراحل طی شده که به اینجا رسیده. مراحل چی طی شده؟ ضلالت. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، رب العالمین مهر زده بر قلوبشان وعلى سمعهم، بر گوشهایشان، وعلى ابصارهم غشاوه، و بر چشمهایشان پرده هست، ولهم عذاب عظیم. این ثمره دنیوی بود. در دنیا الله عزوجل حواس را از اونها گرفته، قوات را از اونها سلب کرده، نمی توانند هدایت را ببینند، بشنوند، درک کنند، ایمان را درک نمی کنند. و ثمره آخرت ولهم عذاب عظیم، برای آنها عذابی بس بزرگ هست، عذابی بسیار بزرگ در انتظارشون هست. این نتیجه کفار است. ببینید آیا ظلم نیست که خداوند حواس را از اونها گرفته، قوه مدرکه را، قوتی که باید درک بکند از اونها گرفته، الان میگه که اینها کافر هستن. خب خداوند سلب کرده. عرض کنم خدمت شما که اینجا باید یک قید اضافه بکنیم، چون ما درجات گمراهی را خواندیم. ختم القلب و اینکه خدا بر دل مهر جباریت میزنه، چرا میزنه؟ بعد از چه مرحله ای هست؟ بعد از جدال بالباطل، بعد از اینکه اون با باطل و با افسانه های دروغینش با حق جدال میکند، مبارزه میکند، خدا او را محروم میگرداند. پس این محرومیت، این حرمان به سبب اعمال خودشون هست. ختم الله علی قلوبهم، بنویسید به سبب اعمالهم.
بسبب اعمالهم. دلیل چیه؟ الله تعالی می فرماید کلا بل ران علی قلوبهم بما كانوا یکسبون. چرا دلهایشون زنگ گرفت؟ چرا زنگار گرفت دلها؟ و این زنگ همون مهره، همین ختمه. بل طبع الله علی قلوبهم هست. تعبیرها فرق میکنه، مراد یکی هست. چرا خداوند عزوجل دلشون را مهر زد؟ چرا دلشون را خدای عزوجل با زنگها آلوده کرد؟ بل ران علی قلوبهم بما كانوا یکسبون. بسبب چی بود؟ کسب، عمل کرد. بنابراین اینجا اون قید را ما اضافه میکنیم، ختم الله علی قلوبهم بسبب اعمالهم بدلیل بل رانع. خب این اعمال کفار بود، ضد و عناد کفار و استقامت کفار بر کفر. نتیجهشون چی شد؟ ختم الله علی قلوبهم نتیجه دنیوی شد. البته نتیجه لا یؤمنون ختم الله علتش است. و نتیجه اخروی ولهم عذاب عظیم. این بحث گروه دوم هست. اما گروه سوم گروهی بودند که به ظاهر ایمان داشتند، ظاهرشان مثل گروه اول بود، باطنشان مثل گروه دوم بود. به ظاهر ایمان داشتند اما در حقیقت و در باطن ایمان نداشتند. الله عزوجل این گروه را یادآوری میکند. این گروه به نام منافقین معروف هستند. الله می فرماید و من الناس، من تبعیضیه هست، بعضی از مردم. و من الناس من یقول آمنا بالله، بعضی از مردم اونهایی هستند که میگویند ایمان داریم به الله و بالیوم الاخر و بروز آخرت. ببین مبدأ و معاد را ذکر کرد، در وسط بقیه خود به خود داخل میشه. مبدأ ایمان به خداست، آخر معاد هست. به هر حال ایمان به رسالت و ایمان به احکام و به قرآن تحت این داخل میشود. الله می فرماید و ما هم بمؤمنین، نیستند آنها بمؤمنین. این با برای تاکید است، یعنی اصلا ایمان ندارند، کلا ایمان ندارند. و ما هم بمؤمنین، اینها هرگز ایمان ندارند. خب ایمان که ندارند چرا میگویند آمنا بالله؟ غرض من یقول آمنا بالله، غرض یقول آمنا بالله هست. چرا وقتی که اینها ایمان ندار میگه آمنا؟ الله می فرماید یخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. اینها فریب میدهند خدا را. یخادعون الله، فریب میدهند خدا را. العیاذ بالله. خدا چگونه فریب میخورد؟ خدایی که عالم الغیب هست، خدایی که از اسرار خبر دارد. بنابراین اینجا توجیه بیان کردند علما. یک توجیه اینه که اینجا مضاف مقدره، یخادعون الله یعنی یخادعون رسول الله، رسول الله را فریدن، چون رسول الله علم غیب نداشت، فریب هم میخورد. منافقین می آمدن دروغ میگفتن، رسول الله خبر نداشت این دروغ میگه، باور میکرد، اجازه میداد باشه به جهاد نیا، معذوری، واقعا عذر موجه داری. پس ببینید اینها رسول الله را فریب. شما قبلا خواندید اطاعت رسول الله اطاعت الله، من یطیع الرسول فقد اطاع الله. نافرمانی رسول الله نافرمانی خدا، محبت رسول الله محبت خدا. بهرحال هر چیز رسول الله هم برای الله حساب میشه. اینجا چون رسول الله را فریب میدادن گویا خدا را فریب میدن.
یخادعون رسول الله است، ولی الله عزوجل تعبیر فرمود به یخادعون الله. متوجه شدید؟ تا که جرمشون را بزرگتر بکنه، گناهشان را عظیمتر جلوه بدهد و نشان بدهد. این توجیه اول. توجیه دوم اینه که یخادعون الله، این جمله مفسر هست. والذین آمنوا، این تفسیرش هست. واو تفسیریه هست. واو خدا را فریب میده. یعنی چه؟ یعنی والذین آمنوا، مؤمنین را فریب میدند. ببین فریب مؤمنین هم فریب خدا حساب میشه. حدیث را شنیدید که الله عزوجل در روز قیامت به بندهش میگه بنده من نیازمند بودم، تو به من رسیدگی نکردی، من مریض بودم، به عیادت من نیامدی. و حدیث طولانی هست. یک سری از این نوع اعمال که مخصوص بشرند خدا ذکر میکنند. بنده میگه خدای تو پاک هستی از نیاز و از حاجت، تو پاک هستی از مریضی و علت. الله عزوجل میگه فلان بنده من نیاز داشت، من پیش او بودم، اگر نیاز او را برآورده میکردی من اونجا بودم. فلان بنده من مریض بود، من پیش او بودم، اگر عیادت او می آمدی گویا عیادت من آمدی. پس آنچه که برای بنده انجام میگیرد برای کی انجام میگیرد؟ برای خدا. خب اینا بندگان خاص و مقرب خدا را فریب میدن. الله میگه این فریب من است. یعنی اینقدر گناهش و جرمش بزرگ است. این توجیه دوم. الله می فرماید یخادعون الله والذین آمنوا، و همچنین کسانی که ایمان آوردند، یا اینکه در واقع خدا به معنای این است که فریب میدند مؤمنین را. اما نتیجه خدا چی هست؟ فضاحت و رسوایی در دنیا هست و همچنین ذلت و عقوبت در آخرت. این نتیجه خدا هست. رب العالمین می فرماید و ما یخدعون الا انفسهم، اینها فریب نمیدهند مگر خودشان را، جانهای خودشان را. و ما یشعرون، اینها نمیدانند، شعور ندارند، درک ندارند درک که نتیجه خدا به خودشون برمیگردد و بال خدا و گناه خدا به خودشون برمیگردد. خب این صفت منافقین بود. منافقین چی کار میکنند؟ اولین صفتشون مثل روباه مکارند، فریب. ببینید همین صفات باعث میشه. شما ملاحظه بفرمایید کفار را خداوند در دو خط صفاتشون را تمام کرد، اما منافقین ادامه داره تا کجا میره، بعدا تمثیل ها تازه میاد. همین اهمیت به مسائل منافقین و صفات منافقین را برجسته کردن نشان میده که خطر نفاق و منافقین به مراتب از خطر کفار بیشتر است. امروز تمام دنیا که پریشان هست و دست به دهان گرفته از دست منافقین. اسلام و کفر همه از دست اهل نفاق به سطوح در آمدند. ظاهرشون یک چیزه، باطنشون یک چیزه. شفاف نیستن که انسان بدونه و حساب کار خودش را بکنه. ظاهر چنان عمده، به قول شاعر مرحوم مولانا نصرالله حمیدی رحمت الله علیه یک شعری سروده بود، به اردو بود البته، میگفت ظاهر میں عمده باطن میں گنده. ظاهرشون عمده هست، باطنشون گنده. لذا منافق اینطوره، ظاهرشون چی هست؟ خیلی زیبا، خیلی عرض کنم که فریبنده، اما باطنشون گند هست، باطنشون خراب است. لذا الله عزوجل می فرماید که فی قلوبهم مرض، این علت است. چرا خداع دارند؟ چرا فریب می دهند؟ چون که الله می فرماید مرض دارند، مریض هستند، در دلشان مریض هست. مراد از مریضی چیه؟ شک و نفاق.
بد اعتقادی، همه اینها مرض هستند. اینا همه تفسیر ابو سعود میگوید، علامه ابو سعود: استعیرها هنا لما في قلوبهم من الجهل والسوء العقیدة وعداوة النبی صلی الله علیه وسلم. چه مرضهایی اینها به چه استعاره شده؟ به مرض، به مرض تعبیر شده. استعیرها هنا، این فی قلوبهم مرضون به صورت استعاره آورده شده. برای چه چیزهایی؟ لما فی قلوبهم من الجهل، به خاطر آنچه که در دلهایشان جهل بود، و سوء العقیده، و عقیده بد بود، و عداوت النبی صلی الله علیه و سلم، و در دلهایشان عداوت رسول الله بود، و غیر ذلك من فنون الكفر، انواع کفر، انواع تمسخر، انواع استهزاء، اینها بودند ابو سعود. پس دلهایشان مرض است، این علت است که اونها فریب میدهند. الله میفرماید فی قلوبهم مرض، در دلهایشان مرض است، مرض شک است، مرض نفاق است، مرض عداوت رسول الله است، مرض سوء عقیده است، مرض جهل است. اینها همه مریضی هستند. اما نتیجه دنیوی فزادهم الله مرضا، الله عز و جل می افزاید در مرضشان، روز به روز شک بیشتر، سرگردانی بیشتر، روز به روز پریشانی بیشتر. الله می فرماید فزادهم الله مرضا، الله در مرضشان می افزاید این عذاب دنیوی، این نتیجه دنیوی. ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، این نتیجه اخروی و ثمره اخروی است. الله می فرماید برای آنها عذاب دردناک هست. چرا؟ سبب عذاب بما كانوا یکذبون. سبب عذاب چیه؟ دروغ می گفتند. منافق اصلا با دروغ زندگی می کند، همش دروغ، ظاهرش یک چیز، باطنش یک چیز. اون دینی که یعنی دین نفاق که ظاهرش یک چیز باشد و باطنش چیزی دیگه که دروغ باشد، اون دین هرگز به جایی نمی رسد. بما کانوا یکذبون، به سبب اینکه دروغ میگویند. بله، اکنون زجر، الله عز و جل اینجا برای منافقین زجر بیان می‌فرماید. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، هرگاه به آنها گفته میشه لا تفسدوا فی الارض، شما در زمین خدا فساد نکنید، شما در زمین خدا فساد نکنید. اونها با چه تأکید ادعای چی میکردند؟ اصلاح و صلاح. میگفتن ما فساد نمی کنیم، ما اصلاح میکنیم. قالوا انما نحن مصلحون، میگفتن جز این نیست که ما مصلح هستیم، ما اصلاح میکنیم. ببینید فساد منافقین چی بود؟ فساد منافقین این بود که به هم می انداختند، اقوام را به هم می انداختند، مذاهب را به هم می انداختند، گروه ها را به هم می انداختند. می رفتن پیش مشرکین مکه، اونها را تحریک می کردن بر علیه اسلام، بر علیه رسول الله. پیش یهود می رفتن، همین کار را می کردن. پیش بقیه می رفتن، همش تحریک بود، به جان هم انداختن بود. این فساد هست. تفسیر مدارک اینو نوشته و کان فساد المنافقین فی الارض، فساد منافقان در زمین چی بود؟ انهم كانوا یمایلون الکفار، کفار را متمایل میکردن. یمایلون الکفار و یمالئونهم، و تحریک میکردند، متمایل و تحریک برانگیخته میکردند علی المسلمین، بر مسلمانان. چگونه؟ به افشاء امرهم،
افشا می کردند امور مسلمانان را، می گفتند مسلمانان روز بروز دارن پیشرفت می کنند، گسترده تر می شوند، همه دنیا را دارن می گیرند. اونها را می خواستند تحریک بکنند. و اغرائهم علیهم، اونها را چی می کردند؟ اغراء می کردند، فریب می دادند بر علیه مسلمانان. و ذلك مما يؤدي الى هیج الفتن بینهم، می دانید این چیزی هست که باعث بلند شدن چی میشه؟ فتنه ها میشه. پس این فساد بود یا نبود؟ لذا الله می فرماید به اونها گفته میشد که لا تفسدوا فی الارض، ای منافقان شما فساد نکنید در زمین. قالوا انما نحن مصلحون، آنها می گفتند جز این نیست که ما مصلحیم، ما اصلاح می کنیم. اما رب العالمین رد می کند، رد ادعا می کند. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الا کلمه تنبیه، ان کلمه تأکید، هم تأکید، هم المفسدون دوباره و ضمیر فصل تأکید، تأکید بر تأکید، یعنی قسم به ذاتم. تأکید بر تأکید معنی قسم هست یا نیست؟ الا انهم هم المفسدون، آگاه باشید بدون شک، بدرستی، بتحقیق، آنها هستند فقط مفسدان. ولكن لا يشعرون، اما اینها شعور ندارند، درک ندارند، متوجه نیستند. و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، خباثت دوم، اول خباثت اول فساد، خباثت دوم ایمان دروغین، ایمانشان ایمان نفاق است. الله می فرماید هرگاه گفته می شد به آنها آمنو، ایمان بیاورید، کما آمن الناس، همان گونه که ایمان آوردن مردم. مراد از مردم کی هست؟ الناس، الف لام عهد خارجی است. این مردمی که در خدمت رسول الله هستند، این جماعت مقدس، جماعت مخلص صحابه. ببینید خداوند اینجا ایمان صحابه را چی قرار داده؟ معیار قرار داده. ایمان صحابه ملاک است، معیار است. ای منافقان، همان زمانی ایمان شما قبول میشه و پذیرفته میشه که ایمان شما مثل ایمان صحابه باشد. ایمان شما مثل ایمان صحابه باشد. الله می فرماید و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، هرگاه به آنها گفته می شد ایمان بیاورید، همان گونه که ایمان آوردند مردم. ایمان آوردند مردم یعنی صحابه. ایمان شما باید مثل ایمان صحابه اخلاص داشته باشد، نفاق نباشد. معلوم میشه که ایمان صحابه ایمان مقبول بود عند الله. خدا میپسنده اون ایمان را و اون ایمان را خداوند الگو قرار میده و به منافقان میگوید که شما تا اون زمانی که این ایمان را داشته نباشید مؤمن نیستید. ببینید روح المانی میگه ای ایمانا مقرونا بالاخلاص. آمن الناس ایمانی هست، ایمانی که مقرون باشد با اخلاص، همراه با اخلاص باشد. من شوائب النفاق، از خلط و قاطی شدن نفاق بدور باشد. مخلص باشد از چی؟ یعنی خالص باشد از شوائب النفاق، از آمیخته نفاق، آمیزش نفاق توش نباشد. این ایمان مطلوب من رب هست. خب اما ببینید منافق نسبت به صحابی چه دیدگاهی دارد. دیدگاه منافقان نسبت به صحابه. قالوا انؤمن کما آمن السفهاء، آیا ما ایمان بیاوریم همان گونه که این سفها ایمان آوردند؟
سفیه به معنی چی؟ احمق، کودن، بیخرد. به صحابه چی میگفتند؟ بیخرد میگفتند، کم عقل میگفتند. نیازی نیست که امروز در قبال صحابه ما دفاع بکنیم. الله عزوجل فوراً عکس العمل نشان داد، دفاع کرد با همون کلمات تأکید، با الا، یک تأکید بشمارید، ان، دو، هم، سه، هم السفها، چار نه بلکه 5، چون که از سفها که خبر است بر خبر چی آمده؟ الف لام آمده. الف لام هم برای تأکید است. الله عزوجل در مقابل این جماعت مخلص عکس العمل نشان میده، دفاع میکند. الله میفرماید شک نیست، آگاه باشید، متنبه باشید، گوشهایتون را وا کنید. الا انهم هم السفهاء، آگاه باش به درستی بدون شک اینها هستند، خود این منافقین اینها هستند سفها، اینها هستند احمق، اینها هستند بیخرد. مؤمنینی که به من خدا ایمان دارند، صحابه و شاگردان پاک رسول من، اینها نیستند بلکه منافقین هستند. ولکن لا یعلمون، اما اینها نمیدانند، جاهلند. جاهل از جهل خود خبر ندارد که من خودم احمقم، خبر ندارد. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابدالدهر بماند. اینا خودشون از حماقت خودشان، از سفاهت خودشان خبر ندارند. این خباثت دوم منافقین که ایمانشان هم به طریق ایمانی که الله میخواد و رسول الله میخواست و صحابه رسول الله داشتن به اون طریق نبود. خباثت سوم، و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، این نمونه از اون یکذبون، دروغشون. هرگاه برخورد میکردن، ملاقات میکردن، الذین آمنوا، با کسانی که ایمان آوردند، با مؤمنان هرگاه که ملاقات میکردند به دروغ اظهار ایمان میکردند. قالوا آمنا، میگفتن ما ایمان آوردیم، از ته دل ایمان آوردیم. اما و اذا خلوا الى شیاطینهم، هرگاه که میرفتند خلوت میکردند، ذاهبین الی شیاطینهم، در حالی که میرفتند به سمت و سوی شیاطینشان. قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، جواب شبهه اونها را میدادند که شما پس مسلمان شدید؟ میگفتن نه، ما قلباً با شما هستیم. انا معکم، ما با شما هستیم. پس اونجا چی کار میکنید؟ پیش مسلمانان، در صف اونها، در جلسات اونها. انما نحن مستهزئون، ما مسخره کننده هستیم، مسخرهشون میکنیم، استهزائشون میکنیم. رب العالمین میفرماید، پاسخ میده، الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. الله آنها را مسخره میکند و یمدهم، و اینکه آنها را الله عزوجل میکشد در سرکشیشان، در طغیانشان، یعنی ادامه میدهند این طغیان را. الله بهشون مهلت میده، این امهال الله، مهلت الله در طغیانشان. یعمهون، سرگردانند. یعمهون یکی از عامیه، آخرش چی هست؟ لام هست، چی آخرش یا هست، معتل اللام. و یکی هست عمه. عامیه به چی میگن؟ کوری چشم. عمه به چی میگن؟ کوری دل. یعمهون یعنی دلشان کور هست، به معنی سرگردانند، پریشانند.
لذا الله عزوجل اونها را استهزا می کند. اینجا سوال هست که الله عزوجل چگونه استهزا می کند؟ الله عزوجل پاک است از اینکه بنده را مسخره بکند. بعضی گفتند که این از قبیل چی هست؟ جواب ترکی به ترکی. متوجه هستید؟ جواب ترکی به ترکی معنیش اینه که هر کلمه که اونها استفاده میکنند در پاسخشون همون کلمه استفاده میشه، ولو اینکه این در حقیقت مثل اون نیست. اونی که اونها میکنه استهزاء است، اونی که الله باشون میکند استهزاء نیست. به ظاهر کلمه استهزاء تا پاسخی دندان شکن برای اونها باشد. مثلا خدای تعالی در قرآن فرموده جزاء سیئة سیئة مثلها. کسی به شما تو گوشی زد، سیلی زد، این میشه سیئه. حق شما چیه؟ انتقام. شما که انتقام میگیرید اینم مگه سیئه هست؟ اینم بده؟ بد نیست، حقتون هست. خب وقتی که حقتون هست قرآن تعبیر کرده به سیئه. این به خاطر چی هست؟ از همین قبیل است، یعنی اون تعبیر به کار رفته اما حقیقتا اون نیست. پس اینجا در مقابل تعبیر اونها که تعبیر استهزاء بود، قرآن هم تعبیر چی را به کار برد؟ استهزاء را. اما حقیقتا آنچه که خدا عمل می کند استهزاء نیست، بلکه چی هست؟ جزای استهزایشون هست، انتقام هست از اونها. این آیت بفرمایید که الله تعالی می فرماید که الله یستهزئ بهم ای ان ینتقم منهم. معنیش اینه که الله انتقام میگیرد از اونها و یعاقبهم، انها را به عقوبت و به عذاب گرفتار میکند. و یسخر بهم، اونها را الله تعالی هم مسخره میکنه. چطور؟ مهلتشون میده خودش. و یجازیهم علی استهزائهم، و بر استهزاء اونها را جزا میده، عذاب میده. فسمی العقوبه به اسم الذنب. خب این در واقع عقوبتشون هست، عقوبتشون جزایشون هست، پادادشون هست. اما کلمه چی را بر اونها استفاده کرد و تعبیر کرد؟ کلمه ذنب و گناه را، یعنی استهزاء را. قرطبی و در جای دیگه می فرماید و اما یعاملهم سبحانه و تعالی معامله المستهزئ، یا اینکه معامله میکند خداوند با اونها معامله کسی که مسخره کننده هست. چگونه معامله استهزاء؟ اما فی الدنیا به اجراء احکام الاسلام، در دنیا به این صورت که احکام اسلام را بر اونها چی میکند؟ اجرا میکنند. مثلا خدا میداند که اینها ایمان ندارند، ولی خداوند افشا نمی کند، میگذارد میان تو صف مسلمانان نماز میخونند، در جلسه مسلمانان شرکت دارند، در جهاد مسلمانان همراه هستند، غنیمت به اونها هم میرسه. این به نوعی چی هست؟ استهزاء اینها، چون که یمدهم فی طغیانهم، کم کم این باعث میشه که به سرکشی فکر میکنه کسی حالیش نیست، به سرکشی ادامه میده، به تمرد ادامه میده، تا اینکه مستقیما در قعر جهنم، فی الدرک الاسفل جهنم چی میشه؟ میفته. پس یعاملهم معامله المستهزئ اما فی الدنیا به اجراء احکام الاسلام. احکام اسلام بر اونها چی میشه؟ اجرا میشه. و استدراجهم من حیث لا یعلمون، خداوند مهلت میده، تدریجا اونها را به پیش میبره که آخر نمیدونن چی شد که هلاک میشن و از بین میرن. یعنی مهلتی برای توبه نیست. لذا الله می فرماید و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. اکنون ثمره نفاق، چند تا از خباثت های نفاق و اهل نفاق را بیان فرمود. اکنون نتیجه: اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى. رب العالمین می فرماید اینها کسانی هستند که اشتروا، اینها خریداری کردند، الضلالة بالهدى، گمراهی را در مقابل هدایت.
یعنی چی؟ یعنی اختیار کردن، انتخاب کردن. جلوی اونها چی بود؟ هم ضلالت بود و هم هدایت. چی را انتخاب کردند؟ ضلالت را انتخاب کردند در مقابل هدایت. این نوعی معامله بود، شبیه اشترا بود. هدایت را، یکی اینکه اشترا خریدن به این معنی که اون هدایت فطری را که در داشتند اون را فروختند و چی خریدند؟ ضلالت. یا اینکه اختیار کردند. الله وقتی که تشبیه داد به معامله می فرماید فما ربحت تجارتهم، سودمند نشد تجارتشان، در این تجارت ربح نبردند، سود نبردند. علت چیه؟ و ما کانوا مهتدین، علت این هست که اینها بر هدایت نبودند، بر هدایت نیستند که بدانند چه چیزی به نفعشون هست، چه چیزی به خیر و صلاح دنیا و آخرتشون هست. لذا اونها تجارت درستی نتونستند بکنند. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، بعد از اینکه صفات منافقین بیان شد، اولئک الذین اشتروا الضلاله، عرض کنم که ثمره نفاق و نتیجه نفاق بیان شد. اکنون خداوند در قالب مثالهای نفاق را بیشتر تفهیم میکند. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل